بازار قیصریه که دامنه شهرت خود را تا قلمرو شگفت‌انگیز ضرب المثل‌ها نیز گسترش داده، از شمال میدان نقش جهان آغاز می شود. در عهد شاه عباس صفوی قهوه‌خانه‌های به‌آیین پرآوازه داشته است، با نقاشی‌ها و حوض و فواره و نقال و نوازنده و رقاصگان و چه و چه. و امروز بازاری جمع و جور است برای عرضه دستکار هنرمندان اصفهان و کالاهای بومی که عرضه آن نشانه تقاضایی است که ریشه در سنت‌ها و دلبستگی‌ها دارد. بازار منسوجات در سایه گلدسته‌های عظیم مساجد، هنر، اقتصاد، تاریخ و صنعت را یک جا به چشم رهگذر می‌کشاند. مادر جدید